سلام، حمیدرضا علاوردی هستم، عضو تیم مدیریت دوناتو. برند دوناتو داره 5 سال سابقه کار در حوزه بیکری و کافه است و همیشه برنامه برند ارائه محصولات تازه و روزپخت بوده. مهمترین چالشی که برای ارائه محصولات روزپخت و تازه داریم، میزان باقی مانده محصولات و جلوگیری از اسراف در پایان روزه. از زمانی که با مجموعه بهینه آشنا شدیم، به یه نسبت مناسبی در رابطه با میزان سفارش‌دهی دوناتامون رسیدیم و تونستیم میزان اسراف رو با همراهی پلتفرم بهینه در پایان روز کم بکنیم. این فرایند باعث شد که ما با دوستانی از طرفداران محیط زیست آشنا شدیم. برای مجموعه‌هایی که به صورت روزپخت و تازه کار میکنن پیشنهاد میکنم که با این پلتفرم همکاری داشته باشن.